در استودیو مهمان خیلی عزیز با خود دارم. قاری صاحب احسان الله حافظ قرآن کریم هستند و روی موضوع ویژگی های شخص مؤمن که یک شخص مؤمن چی ویژگی هایی داشته باشه، کدام سلوک کدام آداب مراعات کنه، ان شاء الله همراهشون صحبت های خود داشتیم. جناب قاری صاحب سلام علیکم و رحمت الله، صبحتون بخیر. علیکم سلام و رحمت الله، ان شاء الله که خوب هستین. سلامت باشین صاحب، سلامت باشین. صبح شما چطور آغاز کردین امروز جناب قاری صاحب؟ الحمدلله صبح را با امیدی الله خوبسی آغاز کردیم. امیدوار هستم شما و تمام بینندگان گرامی به خیر و خوبی آغاز کرده باشه. سلامت باشین، زنده باشین. چی در دلتان گشت که بیاین روی از این موضوع صحبت کنین؟ چی هدف داشتین؟ چی پلان داشتین که باید سر از این موضوع صحبت شود؟ چی ضرورت دیدین؟ بدون شک پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگه بلغوا عنی ولو آیه. این یکی از مسئولیت دینی ما رساندن به امتی محمد صلی الله علیه و سلم است. دیگر در جامعه میبینیم بعضی کاسی ها که از خود ما شروع، اما ما خواهیم که باید این را اصلاح کنیم و اصلاح شویم. بسیار نظر نیک است. خب من های سوال این سوال میخوایم پرسان کنیم که مؤمن کیست یا مؤمن به کی گفته میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. قرآن عظیم شان الله متعال میگه که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا. بعضی مردم ها ایمان آوردن گفتن که یا رسول الله ما مؤمن شدیم، اما قرآن به پیامبر علیه السلام گفت که برایشان بگو که نه، بگین که ما تازه مسلمان شدیم نه مؤمن شدیم. درست. یعنی شخصی مؤمن به کسی گفته می شود که به تمام قلباً به تمام فرامین اسلامی ایمان آورده باشد و آن تصدیق کند و به آن عمل کند. درست. و ویژگی یک شخص مؤمن چی است؟ کدام ویژگی ها را باید داشته باشه؟ بدون شک اسلام عزیز معزز است و می خواهد مسلمان ها را بدون هدف و بدون ویژگی ها نآفریده، چنانچه که میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی ما انس و جن را نآفریدیم مگر به خاطر عبادت، اما عبادت بدون علم ضلالت را می آورد. یعنی عبادتی بدون علم کجدوی ها را به بار می آورد. عبادتی بدون علم در جامعه تفریقه را می آورد. اولین قدمی که در مؤمنی در شخص مؤمن ضرور است علم است و بعد اخلاص مهم است. چنانچه که امام مالک رحمه الله وقتی که مردم ازشان پرسان کردند که این کتاب حدیث رو برای چی نوشته میکنید، چون که در این زمان کتاب احادیث بسیار زیاد هستند، اما امام مالک رحمه الله فقط جمله را گفتند که هر آنچه که بر رضای الله است او باقی است. بیشک. یعنی اخلاص در علم مهم است. در هر اموری که ما میکنیم باید اخلاص داشته باشیم. بیشک. شما از علم یاد کردین، بعضی از کسا علم دارن اما عمل ندارن. یک مؤمن چقدر سر عمل خود کوشش کنه؟ بدون شک قرآن کریم میگه که مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. یعنی اشخاصی که علم آموختن، حکم قرآن در همه عام است، مختص نیست. یعنی کسانی که علم آموختن و بر آن عمل نمی کنن مثل مرکبی است که کتاب رو بالایش بار میکنن و میرن. درست. یعنی ما در علم خود باید عمل کنیم، چرا اگر در علم خود عمل نکنیم و یکی از عقب ماندگی های ما در همین است که آنچه که باید عمل کنیم عمل نمی کنیم. درست. و به یک شخص مؤمن عزت چقدر مهم است و چطور به عزت برسه؟ بدون شک من کان یرید عزه فلله العزة جمیعا. هر کسی که عزت میخواهد عزت به دست الله ذوالمنان است. چنانچه قرآن کریم جای دیگر میفرماید ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. عزت به الله و رسول و مؤمنان است. خب لکن شرط داره، زمانی که ما از فرامین یعنی از الله از رسول اطاعت کنیم، اهداف با خود داشته باشیم، زمانی که ما عزت را از جانب الله بدانیم نه از غرب. درست. بعضی اشخاص است خدا کنه با کسی بر نخوره فکر میکنن که عزت در پول دارایی است. آیا این گپ صحیح است؟ به یک مؤمن واقعا جایز است که فکر کنه که عزت تنها پول دارایی است؟
متاسفانه همه به می فکر هستند. ما حدیث شریف داریم که زمین و آسمان نزد الله بی ارزش است به قدر یک خون انسان. یعنی خون یک انسان از زمین و آسمان که در نزد الله محبوب است. محبوب است. خب ما امو عزت خود را از دست دادیم. چرا؟ ما میخواهیم خود ما را، اولادهای خود ما را دستگاه پول بسازیم، در جایی که انسان ارزش نداشت، در جایی که اهداف فرق داشت، اهداف دنیوی بود، باز امو انسانیت و ارزش خود ما پایین می آید. دقیقا همین رقم است. به والدین چی لازم است که چی رقم فرزند به جامعه تقدیم کنه، چی رقم فرزند تربیت کنن؟ بدون شک در این مورد حضرت استاد گرامی قرآن کریم می‌فرماید که و لیس للانسان الا ما سعى و ان سعيه سوف یرى. و چنانچه حدیث پیامبر اسلامی است که میگه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. شما مسئول هستین در آنچه که حتی یک نفر به فرزندش. امروزه قسمی که در دوران صحابه همچون عمری بودن، همچون ابوبکر بودن، همچون مادر خالد بن ولید تربیت کرده بودن، همچون مادر صلاح الدین ایوب تربیت کرده بودن، همچون مادری که محمد بن قاسم را میگفتن که ای فرزندم زراعت را بپوش و این برای تو زیبنده است و من نمیخواهم که در روز قیامت خجالت الله و بقیه مجاهدین باشم، بلکه میخواهم با عزت باشم. یعنی هدف گپ این است که مسئولیت پدر مادر به دوش این است که فرزندش را این نیاموزه که ای فرزندم درس بخون پول پیدا کو، نه، بلکه بگه انفع باش برای جامعه، یعنی نافع باش برای جامعه، صالح باش و علم مفید بیاموز و به دیگران برسان. درست. چگونه به جامعه مفید باشیم؟ یک مومن چگونه چی کارهایی را باید پیش بگیره که به جامعه خود مفید باشه؟ بدون شک قرآن عظیمشان راهنمایی کردند. در جامعه ما زمانی مفید می باشیم که از احکام الله متعال ما پیروی کنیم و زمانی جامعه زیبنده می شود اگر می خواهیم تغییر کنیم و هیچگاه الله تغییرات به ما نمیاره. این وعده الله است، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر می خواهیم جامعه ما تغییر کند، اگر ما می خواهیم که یک جامعه زیبنده داشته باشیم و اگر می خواهیم یک جامعه که واقعا قسمی در زمانهای صحابه خلفای راشدین با عزت زندگی کنیم، چنانچه که داستان را می آورد حضرت میگه یک زنی مسلمانی یک سیلی از دست عسکری رومی خورد. گفت وای معتصم کجا هستین؟ و این خبر به معتصم رسید و اون معتصم نوشت که از طرف معتصم بالله به سگ رومی این زن را بسیار با عزت طرفم روان میکنی، وگرنه لشکر را طرفت روان خواهم کرد که اولش نزد شما باشه و آخرش پیش من. یعنی ما زمانی با عزت میشیم که خود ما را تغییر بدیم، نفسهای ما را تغییر بدهیم. درست. مسئولیت یک مومن چی است؟ چگونه مسئولیت در قبال جامعه داره، در قبال افراد و اشخاص دیگه داره، در قبال مؤمنای دیگه داره؟ بدون شک قرآن کریم میگه که یا ایها الناس قوا انفسکم و اهلکم نارا. نه تنها گفته خودتان، نفستان و بقیه مردم و اهلتان را هم نجات بدهید. بله. یعنی این نمیشه که شخصا هر شخص علم بیاموزد و خودت و خانوادهش را نجات بدهد، نه، بلکه خودش و دست برادرش را بگیرد و دست مؤمنش را بگیرد. پیامبر اسلام میگه که احرص ما ينفعك، یعنی تلاش کن و حریص باش با آنچه که به تو فایده داره. چرا؟ به خاطر که انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مؤمن برادر مؤمن است و باید ضروری مسئولیت این را دارد که در قبال همه امورات باید مسئولیت پذیر باشد. مثلا ما داستان را داریم، حضرت ابوبکر صدیق امیر المؤمنین بود، خلیفة المسلمون بود، اما
بعد از اینکه جانشین پیامبر اسلام میشه این احساس را نمیکنه که یعنی بزرگی این هستم، بلکه احساس مسئولیت میکند. بله. میرود امیرالمؤمنین خانه پیرزنی را جارو میزند. عمر بن عبدالعزیز داستانش میاره، میگه شخصی مهمانی اومد اما چراغی که داشت خاموش شد. بعد گفت که چرا خادمتان نمیگین؟ شما امیرالمؤمنین هستین، خادم بگین. بعد گفت که ما که چراغ رو روشن کردم همون عبدالعزیز هستم، عمر بن عبدالعزیز هستم و فعلا هم همون عمر هستم، تغییرات نمیاد. یعنی قول قرآن کریم که از دهان حضرت عیسی علیه السلام میگه و جعلنی مبارکا اینما کنتو، مرا مبارک گردانیده و به ما برکت انداخته هر جایی که باشم. یعنی مهم نیست در کجا باشی، مهم این است که چگونه باشی. درست. یعنی مهم این است که خودت را با شخصیت آنچه که قرآن و رسول گفته آماده و معیار بسازی. درست. وقت ما خیلی کم است. همت یک مؤمن باید چگونه باشه؟ بدون شک همت مؤمن بسیار باید بلند باشه. متاسفانه جامعه امروزی یگانه چیزی که کم داریم همت جوانان است و این را واقعا دردناک است. جوانی که در زمان سابق در مثل ابن سینا، ابن حیثم و دیگه البیرونی، دیگه جوانان با همتی بودند که در همه امورات، در علم طب، فلسفه، در همه امورات مختری داشتن، همت بلند داشتن. قسمی که قبلا گفتم چرا؟ چون که و لیس للانسان الا ما سعى. و دوم دیگه گفتیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله در قوم تغییرات نمی آورد حتی آنچه که خودشان به نفسشان تغییرات بیاورد به سوی الله رجوع کنند. بعد از الله به اینها تغییرات میارن. دقیقاً. پیام خیلی کوتاهی هم داشته باشم جناب. پیامی من حیث برادری کوچک به خواهر و برادری من این است که خصوصا به دعوتگران در جامعه اسلامی هستیم و ما نباید از اسلام تصویری بسازیم که باعث تنفر دیگه کشه. باید خود ما را طوری تربیت کنیم که قسمی که یوسف قرضاوی میاره، میگه شخصی درباره اسلام مطالعه کرد مسلمان شد. وقتی که در حج رفت و مردم دید بی اتفاقی شدید گفت که خدا را شکر قبل از اینکه مسلمان شوم به ما اسلام را شناختند. تشکر. یعنی میخواهم ما از خود همان طوری بسازیم که صحابه بودند. سلامت جناب قاری صاحب، احسان الله، تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردید. سلامت باشید.